بخشی از دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان که خیلی ازش اطلاعی ندارن. بخش اول، آفند. توی 40 روز جنگ بیشتر از 1659 پهپاد انتحاری مخصوصاً از نوع آرش به سمت اهدافی مثل تل‌آویو، حیفا و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک شدند که تعداد زیادی از اونها مأموریتشون رو با موفقیت انجام دادن. همچنین 66 موشک بالستیک فتح تونستن 7 پایگاه گروه‌های تجزیه طلب و 4 پایگاه آمریکا در کویت رو در هم بکوبن. اوایل جنگ هم نیروی هوایی با 6 جنگنده و 8 سورتی پرواز و در عملیات‌های غافلگیر کننده 4 پایگاه آمریکا در عراق، کویت و قطر رو بمبارون کردند که علاوه بر از بین رفتن تأسیسات، 6 نظامی آمریکایی کشته شدند و 3 فروند F-15 هم منهدم شد. اما یکی از جذاب‌ترین اقدامات ارتش برمیگرده به تیپ 65 نوهد که در 11 عملیات برون مرزی در عمق کردستان عراق و با همکاری اطلاعاتی گروه‌های همپیمان ایران 8 فرمانده میانی گروهک‌های تجزیه طلب رو حذف و 3 مقر رو هم تخریب کرد. بخش دوم، پدافند. پدافند هوایی هم با تاکتیک‌ها و سامانه‌های جدید کوتاه‌برد تعداد زیادی از اهداف رو زد. از جمله 17 پهپاد MQ-9، 24 تا هرمس 900، 18 اوربیتر، 27 پهپاد انتحاری لوکاس، 21 موشک تاماهاک، 13 موشک جزم و 1 فروند جنگنده A-10. نیروی هوایی هم بیشتر از 19 پهپاد دیگر رو منهدم کرد و با جنگنده‌های F-14 و یاک 130 موفق شد به 5 دسته بمبر دشمن هجوم ببره و با لغو مأموریتشون اونها رو مجبور به عقب نشینی کنه. شاهکار انهدام هواپیمای C-130 در دشت مهیار اصفهان هم با رشادت شهید سرتیپ دوم مسعود زارع و همرزمان قهرمانش برگ زرین دیگه‌ای از اقدامات ارتش قهرمان در جنگ رمضان بود. به یاد دلاور مردان ارتش که این دستاوردها جز با ریخته شدن خون اونها به دست نمی اومد.